من مهشیدم و امروز میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم توی چه پلتفرم هایی توی ایران میتونیم به درآمد برسیم. اولیش یوتیوبه. یه چیزی رو همین اول بهت بگم، یوتیوب برای افراد صبوره و شروعش سخته، درآمد داره که تو باید با توجه به ادسنس و فلان و اینا بخوای اون به درآمدت برسی. نوع دیگه درآمدش هم اینه که تو دونیت دریافت میکنی با توجه به لطفی که دوستانت به تو دارن، پایداره، اعتمادی که بهش هست بالاست. ببین یوتیوب همون اولش گفتم برای کسی که صبر داره و اینکه اعتماد توش جذب کردن خیلی سخته از پلتفرم های دیگه. بعدیش اینستاگرامه. راهت به درآمد رسیدنت اینه که تو میتونی با برندها همکاری داشته باشی و محصول بفروشی مثل تمامی آنلاین شاپ ها. ببین تو داخل اینستاگرام خیلی سریع دیده میشی. اینستاگرام وابسته به الگوریتمه و زمانی که تو استوریات خیلی ویو بخورن این مساویه با فروش بالا و اعتبار بالای تو. ببین اینستاگرام یه بدی داره، اگر یک هفته نباشی مثل این میمونه که هیچ وقت حضور نداشتی. بعدیش تیک تاک. واقعیت اینه که وایرال شدن توی تیک تاک خیلی سریعه، راحته ولی یه چیز یادت باشه مخاطبینش وفادار نیستن و عالیه برای رشد. میتونی در ایران هم به درآمد برسی ولی حداقل واچ تایمی که مورد نیازه رو باید پر کنی. همچنین میزان فالوورت هم باید به حد نیاز برسه. بعدیش آپاراته. تبلیغات داخلی داری و تو از این طریق تبلیغات داخلی میتونی به درآمد برسی. درآمدت ریالی مناسب برای بازار ایرانه. ببین واقعیت اینه همه اینها یه پل ارتباطن برای تو و هیچ وقت خونه تو و زندگی تو نیستن و تو زمانی که داخل اینها فعالیت میکنی نباید فکر کنی که من ملکه اینم، پادشاه اینم. اینها در واقع همشون یه پل ارتباطی هن. ببین یه چیزی مثل اینستاگرام تو خیلی سریع میتونی درش رشد کنی، خیلی سریع میتونی درش دیده بشی ولی صرفا به معنای رسیدن به درآمد نیست. میگیری چی بهت میگم؟ تو تا زمانی که یک برندی نیاد به تو سفارش بده بگه محصول منو تبلیغ کن، به تو اعتماد کنه و به تو پول بده، تو نمیتونی واقعا توش به درآمد برسی. و توی ایران اینجوریه که ازش نمیشه ببین توی کشورهای دیگه آره شاید تو بتونی بس بشی و مثلا با ویویی که میگیری به درآمد برسی ولی توی ایران این قضیه رو نداری. یکی دیگهش تیک تاکه. ببین توی ایران متاسفانه انگار نمیشه لایو گذاشت و درآمد اصلی تیک تاک اینه که کشورهای دیگه لایو میگیرن و حالا چیزای دیگه. یه چیزی که خیلی خیلی مدت وایرال شده و دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم کیکه. خب کیک یک پلتفرم استریم هستش. استریمرهای معروف میرن اونجا استریم میذارن، گیم میکنن و ببین الان گیم استریم کردن یه شغل پردرآمده. ولی چطوری؟ تو زمانی که سابسکرایبرها و فالوورهای زیادی داشته باشی و خیلی معروف باشی. اینکه صرفا من پاشم برم داخل کیک و مثلا اینو بزنم شروع کنم لایو گرفتن به این معنی نیست که کلی آدم میاد. توی یه پلتفرمی مثل یوتیوب یا اینستاگرام یا تیک تاک تو امکان اینو داری که یه سری ویدیو شورتس از خودت بذاری، در مورد یه سری چیزها صحبت کنی یا یه سری پست ها بذاری که تو رو نشون میده مردم هم بدونن تو چه ساعتی لایو میذاری. خب اون ساعت میان و تو رو میبینن. ولی کیک برای کسی خوبه که قبلا جای دیگه یه مقداری زیادی آدمای زیادی رو جذب کرده. یه کسی مثل آریا کوکسر، برادرش یا امین ایزد افرادی هستن که توی این پلتفرم درآمد زیادی دارن و افراد زیادی وارد لایوشون میشن. خب خیلی طبیعیه. آریا توی لایوش توی یوتیوب میگه من فلان ساعت قرار اون توی کیک لایو باشم، قرار چنین بازی رو انجام میدم، مخاطباش هم به اون سمت حرکت میکنن. آیا میشه از کیک درآمد داشت؟ آره همه شما میتونید این کارو بکنید. چرا تو این کارو نکنی؟ قطعا میشه. ببین یه سری افراد هستن روزانه 8 تا 10 ساعت توی کیک لایو میذارن. این اینجوریه که اگر تو به صورت میانگین 10 تا بازدید داشته باشی و 300 نفر همزمان توی لایوت باشن به صورت میانگین روز $30 به تو میده. با توجه به اینکه دلار الان قیمتش 150,000 تومنه و ماکسیموم تو 2 گیگ یا 3 گیگ اینترنت مصرف بشه
با پول فیلتر شکنت نهایتش 3-4 دلارش به صورت روزانه در ماکسیموم ترین حالت ممکن برای اینترنت بره، بقیهش برای خودت میمونه و اگه بخوای حساب کنی در طول 1 ماه درآمد خیلی خوبی به تو میده. ولی دارم میگم مشروط بر این که تو یه کامیونیتی خیلی قوی داشته باشی و بتونی اون آدم ها رو به سمت کیک منتقل کنی. اولین بار که لایو گرفتم فکرشو نمی کردم این همه دوست خوب پیدا کنم. راستش لایو گرفتن خیلی تجربه خوبیه، به صورت زنده است، همه چیز زنده اتفاق میفته. البته تو باید بتونی مدیریت این قضیه رو هم به عهده بگیری که هر آن امکانش هست یه اتفاق بیفته، هر آن امکانش هست که یه نفر شروع کنه اون پایین فحاشی کردن، یه سری حرفا بهت بزنه و شاید محیط رو متشنج کنه. اما برای من همیشه یه محیط خیلی خیلی جذاب بوده و هر روز لحظه شماری میکنم تا اون ساعت مورد نظر برسه بیام بچه‌ها رو توی لایو ببینم. از نظر من خیلی خوبه. و اینکه میشه درآمدش رو نقد کرد، درآمدی که از کیک نقد میکنی اونم مثل یوتیوبه، با یه شرکتی مثل ریمیت که درآمد یوتیوب رو نقد میکنه تو میتونی قرارداد ببندی. کلی واسطه دیگه هم هستن که همشون این کار رو برات انجام میدن. به هر حال رفیق من، اگه توی راه سوشال مدیا قدم گذاشتی، بهت میگم این راه قطعا آسون نیست، سختی های خودشو داره مثل همه شغل های دیگه، ولی برات از ته دلم آرزوی موفقیت میکنم. اون بالاها ببینمت رفیق.